4 نفر که مادر جان 5 نفر ما اینجا خو میکنیم سر به سرک، حتی جای نماز نمی باشه که ما بخوانیم. مادر جان پس چی گپ؟ مادر جان خانه گرفتن برای ما. خانی چی؟ الله خدا جان زیاد خوشحال هستم. خانی چی؟ اینه قواله خانه 4 اتاقه فوق بهترین خانه. حال وقت انسان بودن ما را میفهمیم. حتی ما تا مکتب هم میرفتم دخترها در بالی من نمیشیشتن که تو از زیر زمین است. وای وسایل، کل وسایل در بیرون است. خیریت باشه. کل وسایل در بیرون است. خیریت باشه. خب دوستان عزیز، انشالله که شما صحتمند باشین. مادر بزرگوار با 4 دخترش حتما میشناسین. این وسایل شما جمع کردین؟ این وسایل امروز دیگه روز آخر ماست که صاحب خانه آمد و ما را براین ما دیگه مجبور شدیم کوچ ما را در بیرو کشیدیم دیگه. دان تاکا و دان دروازه ماندگی هستن. حالی تاکا و گودام جور میکنه این نفر؟ گودام جور میکنه. شب شهری همینجا داشتیم، هیچ نداشتیم بخوردن غیر جز نان و قاق که بالای سر ما اوزان کردگی است. خودتان میبینین هیچ چیز دیگه نداشتیم. اینجا دلتنگ نیست یا تاریک؟ دلتنگ نیست. چه فکر کو 4 نفر که مادر جان 5 نفر ما اینجا خو میکنیم سر به سرک، حتی جای نماز نمی باشه که ما بخوانیم. شبانه دان دروازه ما میخیزم از طرف شب نماز میخوانم. بیدین مادر ما خو پیر شد، ما خیر است، ما خودم مایو هستم، مشکلی ندارم بخود، ولی 3 تا خور ما ایران ماندیم که واقعا چطور کنم، در کجا برم در این شرایط خراب که شرایط ما واقعا خراب است دیگه. نمیفهمیم ما هیچ اصلا فکر میکنیم که زندگی نداریم به نامش. من خودم هیچ از طفلی که من بیاد دیدم تا جوانی که ما 26 سال 7 سال دختر شدیم، ولی یک روز ما خوشی را هیچ ندیدیم که ما خوش باشیم. مادرم تکلیف اعصاب داره، شاد هستم که خود گپ بزنم. امیان همشیری دیگه رفته به کار کردن یک دختر جوان. حالا شما اگه وسایلتان جمع میکردین مادر جان کجا میرفتین؟ مجبور بودیم که بریم در خیمه اموجا بیرون یک جای در روی میدان خیمه بزنیم بشینیم. مجبور هستیم مارکشی در میدان بریم بشینیم، لب سرک بریم بشینیم. این 3 تا دختر جوان خودم جوان در کجا بریم در شرایط خراب. اینجا بالا ما را ماندیم که چطور شود. صاحب خانم میگه برین دیگه که ما اینجا را گدام جور میکنم. غیر از خدا مرگ دیگه هیچ چیز نخواستیم. مردم ها چی آرزوها دارم مگه ما از خودم طالعیم در ماه مبارک رمضان در نماز تهجد مرگ خواستیم دیگه. نکنه ای تشناب ششتن مردم ما خسته شدیم، از آشپزی مردم ما خسته شدیم. یک خواهرتان نیست فعلا نه؟ او رفته که صبح که یک نفر زنگ زد گفت بیا در کار امور رای کنیم در کار که او برای من نمیتونم به خاطر که روزه ماه مبارک رمضان است واسه توان ندارم. اگر شما موافق باشین من به شما یک به انگلیسی سپرایز میگن، اما یک چیزی که شما را خوشحال بسازه. شاید خیلی یک چیز کم باشه، بسیار چیز کم باشه، ولی من مطمئن هستم ان شاءالله که شما خوشحال میشین. ولی شرطش این است که شما چشمایتان باید بسته کنین که وقتی کوره نگاه میکنین همون چیزا چی یک احساس داشته میتونین می داشته باشین. صحیح است؟ خب دوستای عزیز، من چشمای خواهرای ما را البته خاله بسته کرد و خواهرشان چیز خونه ایمینین؟ حالا شما میتونین که با وجود که چشمایتان بسته است از دروازه بیرون شوین؟ بله به خاطر که ما عادت کردیم. در تاریکی عادت نه در تاریکی به برقی عادت کردیم. خب مسئله چی است نه که کسی که در تاریکی همیشه رفته ندیده باز میفهمه چی در کجا است. اوکی دوستان عزیز، ما اینا را میبریم. یک چیز بسیار تعجب کننده داریم در روز نخست ماه مبارک رمضان. پس میریم بیرون میشیم، حرکت میکنیم. ما بر تو باز میکنم. خب بیا خاله جان بیا.
بیا خاله جان بیا. بیاین بیاین کلتون. خب کلگی باز پایین شوه. خب چشمایتان رو باز کنین. اینجا کجاست؟ ما کجا آمدیم؟ باز که خاله جان. باز کنین چشمایتان. بله. کجا آمدیم؟ مادر جان، پس چی گپ؟ خیرت است. مادر جان خانه گرفتن برای ما. خانه چی؟ الله خدا جان زیاد خوشحال هستم. خانه چی؟ این قواله خانه 4 اتاقه 7 اتاق بهترین خانه در زندگی به اولین بار از قسم خانه زندگی میکنم. زیاد خوشحال هستم. خانه گرفتی. زیاد خوشحال هستم مادر جان. از کجا کردی خانه را؟ خانه را بنیاد قمر خداوند خیر بده بر ما. بنیاد قمر کمک کرد. بهترین خانه را 7 اتاق 4 اتاقه که آرزوی کل ما که بود که کدام اتاق جدا داشته باشیم. این خداوند امروز توبه ما رو قبول کرد. خاله جان چطور هستین؟ دست و پایم سست شده. او دختر چی میگی؟ خیرت است چی میگی؟ نکو مادر جان گریه نکنین. این خانه واقعا از شماست خاله جان. خواهر این خانه نکنین گریه. خانه از شماست باورتان میشه؟ باید باور نمیکنیم ما صاحب خانه واقعا شده باشیم، چون که هیچ آرزویشو نداشتیم که ما صاحب خانه شویم. این شاید عشق خوشی باشه که ما صاحب خانه شدیم، از یک جای ما برآمدیم. دوستان عزیز ببینین که این شما هستین که زندگی خانواده را تغییر میتین. الحمدلله این مادرها قرار بود که خواهرای بزرگوار ما را امروز از او تاکه بیرون کنن و بیاندازن به بیرون و یا چادر بزنن در یک پارک. دخترای جان چی کار کنن؟ فکر می‌کنین که اینا مادر ما و شماست، خواهر ما و شماست، ولی الحمدلله با کمک های شما ما تونستیم اولیه که 7 اتاق از 4 اتاق داره و در ضمن از 2 ماه مواد غذاییشان تقریبا آوردیم که یک رمضان خوب و عالی داشته باشن. بیاین با هر اندازه که شما توانایی دارین. خانواده بعدی حالتش از اینا بدتر است. به زودی ویدیو از اون نشر میشه. شما سهم بگیرین و در خوشی این خانواده سهیم شوین، خالی از اجر و پاداش نخواهد بود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و مهربانی میکنه که با والله سوگند این حدیث خیلی حدیث عظیم است. کسی که مشکل از مشکلات بندگان الله متعال در دنیا حل میکنه، الله متعال مشکلات آخرتش حل میکنه. چقدر خوشحال هستم که اشکای خوشی در چشمان این مادر بزرگوار است. کلی خانه تسلیمشان میکنه. خورترک ما را ما صبح زنگ زده بودیم که بیاین به بهانه صفاکاری که خانه را ببینه و ماشاءالله گل مسائل آذین بسته کرده، در ضمن به خاطر چیش آمادگی گرفته. داخل اتاقا را نیز با شما دوستای عزیز نشان میتیم و شما خوشحال هستین. خدا اینقدر مهربان است که هیچ در خوابم ندیده بودیم که ما صاحب خانه شویم. بسیار زیاد خوش هستم عزیز. خوشی مادر جان میگفت که من صبح وقت به نماز بیرون میشدم آفتاب ایت نمیدیدم مفتادم و حال میفهمین اولین باره که چشم از خواب بلند کنین چشمتان چی رو میبینه؟ آفتاب. شما آفتاب میبینی. شما خوش هستین خواهر؟ بسیار زیاد. نکنین گریه نکنین. خب میریم. بفرمایین مادر جان قیچی کنین فیتره. بفرمایین. همه وسایل ماشاءالله. بفرمایین مادر بزرگوار. ماشاءالله کلان است. بسیار خوش است. یکی احساس شاید کنین که تازه زندگی میکنه. نمیتونم از خوشحالی. شما چی وضعیت داشت؟ خوشتان آمد انشالله؟ ما حال واقعا انسان بودن ما را میفهمیم که واقعا ما در جامعه در افغانستان زندگی میکنیم. پیش از اون ناممکن بود که ما بسیار زیاد خوش هستیم. الحمدلله. شما خوشحال هستیم؟ بس بسیار ما خوشحال هستیم. فهمیدیم که نال ما میفهمیم انسانیت خدا. بخیر باشید مادر جان. بیاین سک کنین.
بفرمایید مادر جان. بیاید. این اتاق دیگه تان است مادر جان، وسایل منظم. خوب است. این اتاق از شما، این اتاق از این خوارک ما باشه که درس بخونه. تشکر از شما که تمام کاری کردین و مثل یک برادر در پالی ما استاد شدین، زحمت کشیدین. خداوند فیض برکتش بر شما نصیب بگردانه. در بنیاد قمر از امو رئیسش گرفته تا کسی که تدان درازیش استاد است، همه ایشان خداوند خیر و برکت ده. چرا که ما رازیت یک جای کشید که ما زنده به گور بودیم. حتی ما تا مکتب هم میرفتم، دخترات در پالی من نمیشیدن که تو از زیر زمین است. نکنم گیره، نکن مادر جان گیره. چقدر خوشحال هستیم، روز خوشحالی است. امروز چی است؟ روز خوشحالی است. بیاین دیگه اتاق خوارک ماست. بیاین دیگه اتاق، بیا خاله جان. یا اتاق که دیگه تان است. زندگی خدا فهمیده، زنده به گور بیده. نه نال زندگی خدا فهمیده. میفهمید که ما مسلمان شدیم. بشینیم. بیا کیجا بشینیم یک دقیقه. خاله جان چیزی که زیاد مهم است قبل از اینکه دیگه اتاق رو ببینیم، یک اتاق دیگه هم مونده، آشپزخانه هم داره، دو تا تشناب هم داره. یک تا تشنابش در بیرون است، یک تا در داخل خود تعمیر است. چیزی که زیاد بر ما مهم است که امروز شما شاد باشین. خیر بینید، تشکر یک جهان است پیشتان. روز خوشی ما که ما خوش شدیم، از خاطر کل ما گریه میکنیم. یعنی آرزوی نداشتیم که ما تو یک صاحب خانه میشیم دیگه. خوش شدیم زیاد. گفته همشیره خوردم، خدا خودتان تا رئیسش تا نگهبانش حج نصیب کن. حج بهترین چیز است. ما غریب خود دیگه چیز نداریم، فقط یک دعا داریم در ماه مبارک رمضان، خصوصا در نماز تهجد دفتری دعای غریب خدا قبول میکنه. زنده باشین. و ما در کنار شما هستیم. ان شاء الله ماهانه دوستا شما را اسپانسر کرده است. ما در ما به شما مواد غذایی هم میایه ان شاء الله. بیاین و یا یک اتاق که دیگه است، نمیفهم کی اتاق کی میگیره. این آشپزخانه که تان است ماشاءالله خیلی کلان است، خوشتان میه. داش میتونین ماشین هم بانی، ماشین کلاشویی و نلام داره. انشالله که دو راحت باشه. خب بریم. و قابل ذکر است که دو قسمت هم حمام است که میتونن از او هم انشالله استفاده کنن. و یا خاله جان یک اولیه که میتونین تو شک پرتین قالین چگک و آفتاب بگیرین انشالله. میشه انشالله خیر باشین، بخیر استفاده کنین، بخیر باشین. الله متعال کسایی که در کار خیر سهم میگیرن اجر و پاداش بده. و جالبی است که تمام کابل از اینجا میتونیم ماشاءالله ببینیم چقدر زیباست، منظره عالی. دوستان عزیز لینک ها مشاهده میکنین، بیاین که شما یک وسیله قرار بگیرین ما بتونیم قلب خانواده‌های زیاد را شاد کنیم. این روند ادامه داره، فامیلای زیاد منتظر هستن در زندگی اینا تغییرات بیارین. یک زمان این خواهر دکتر شوه، بخیر یک پست مقام پیدا کنه. مطمئن باشین تا زنده است این مادر بزرگوار همان طوری که قبلا گفت دعای خیر میکرد و شما دعای خیر خواهد کرد. و السلام علیکم.